من در ریاست وزارت کارهای داخلی کار میکنم. امروز که روزی عیدی میلیتسا است، همه وقت آماده هستیم برای آرامش همین وطن تا که ما در خدمت همین خلق وطن باشیم و خلق ما آرامانه زندگی کنیم. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه جمع آمد صبحگاهی. همون روزا کاری من از این عبارت من سحر پگاهی رفته با گویم که رزوا داریم، رزوادی همه روزه داریم که در آن دستور و عملهایی که ما باید که همون از طرف رهبریت به ما می شود، همون دستور و کارها رو ما به ذمه خودمون میگیریم و اجرا میکنیم. لیتنانت میلیسیا میجگونا سمادوبا طبق دستور سپارش‌های رهبریت شما چی نقشه رو به انجام میرسونید، چی کارها رو به انجام میرسونید؟ در صدر امروز نقشه ما با عیادت سابقه دار است رفتم و بعدا به یک نفهمی در یک آیله شدگی است در آنجا نقشه داریم و با نقشه ما برای مشق تربیت رفتم. در عرفه روز میلیس تاجیک میژگان سمد و همراه چندی از همکاران به عیادت سابقه‌دار ساحه ساکن شهر دوشنبه سمد شریپوف رفتند. سمد شریپوف در بین سالهای 1964 تا 1992 در ساحه میلیس تاجیک فعالیت کرده است. حالا در نفقه بوده دولت پیری میراند. دستور گرفتم که اکنون من باید که به عیادت یکی از سابقه‌دار ساحه که در همین ساحه گویم که میلیسا کار فعالیت میکرد تبریک میگویم که تا خودش را تنها حس نکند و ما هم امروز به عیادت همون سابقه دار رفتم و از نام خودم و همچنان از نام رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی محترم جنرال حمید برات آن را ما گویم که تبریک کردیم و خیلی خرسند شد و خودش را تنها حس نکرد. الان با جای بودی؟ شما را تبریک میکنیم برای روز عید میلیسیا. شما ده خیلی بارکالله خبر گرفتید 100,000 بار شد. 34 سال در ارگان دولتی کار کردیم در دولت دوشنبه. همه ساله در همه عید و جشن ها از جمله روزی کارمندان میلیسیای تاجیک و همه کارمندان سابقه دار و کارمندان فوتیده اینچنین نفقه خوران وزارت کارهای داخلی از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی و ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه کمک‌های مادی، کمک‌های مالی رسانیده می شود که به واسطه یکی از فعالیت هر روزه میژگان سمد می باشد که چنانچه به ما معلوم است امروز با یکی از خاندان‌های یک کارمند مقامات کارهای داخلی که سالهای طولانی در این مقامات فعالیت نموده است همزمان برای برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی کشور و برهم زدن جنایت و جنایتکاری مبارزه‌های به امان برده و عین حال با نفقه خور است، یعنی سابقه داری مقامات کارهای داخلی می باشد عیادت آن کس رفتند و از حال و احوال آن خاندان آن با خبر شدن همزمان با آنها صحبت‌های انفرادی پیوسته دایر می نماید در صورت پیدا شدن یگان با آنها کمک‌های حقوقی، کمک‌های مادی رسانیده می شود. این برای من یک گویم که احساسی به نهایت خوب شد. احساس من همین بود که وقتی که منم به نفقه که می برایم ممکن که مرا هم همین خیلی از یاد نبرارن و به عیادت من بیاین و منم خیلی خرسند می شوم.
در اوله سمدوف‌ها 9 فرزند هستند، 3 پسر و 6 دختر. در برابر میجگانه 2 برادر و 2 خواهر بزرگش نیز در مقامات قدرتی کشور فعالیت می‌نمایند. 2 برادر من در کسبی که خودم تحصیل میکنم کار میکنم، در همین کسبی من کار میکنم. سمدزاده سهراب و سمدزاده دولتعلی و برادر دیگرم بیرون از تاجیکستان کار میکنه. پای کلانی هم تنها با همین کسب خودمون کار فعالیت میکنه و همچنان خواهرچم در اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با کورس 4 تحصیل میکند. خواهر بزرگی میجگانه دلارام سمدوه در خدمات آتش نشانی شهر دوشنبه فعالیت مینماید. تربیه از پدر و مادر می رود. ما را پدرمون همه خیلی تربیه کرد. همه خیلی فعل و رفتارمون به همین جون وای است. مثل پسر بچه ها هست. ما زنامون هم 3 تا خواهر 2 تا خواهرچم خودم از آن جمله کارگری مقامات با 2 درام هستن در مقامات کار میکنن و یا هم این یک آبروی دولت جامعه است. بعد مقصد پدر و مادر من میخواستن که ما همه در عائله نمونوی باشیم. ما در عائله‌مون دکتر هم داریم، کارگری مقامات هم داریم. این از آن جمله ورزشگری که آبروی دولت رو، آبروی ملت رو بلند برداشت. ما فخر میکنیم از این. شش تا دختر دارم، ای بینی همیو این با دیگه خیلی غلطی، یعنی رنگ فعلی بچگی بوری. فقط در می خونه میدویدیست کراته میکنم، گوشتین میگیرم. بعد برادرش گفت که اوچه همیره ما برام زل میبرم. گفتیم خیلی در میلیسیا فعالیت کردن و ورزش نمودن شغلی معمولی میجگانه است. در محیط خانوادگی میجگانه کدبانی واقعی است. امروز خوراک نصف روزی را خودش برای اهل خانواده آماده می سازد. گفتم برای بچم بیا بچم بس که خود خوب نباش، خوب گنده تو دختری پاگه مثال اویله یک خانه را مثال یک آدم خانه چه آباد میکنه بود هم خیلی کارا که میگفتم خیلی این امروز دست در من میشه، پاگه پود در من میشه، پاگه تو با اویله دار میشه، یک خانه اویله آباد میکنی در خانه، بعد تو یک جو تمایید میکنی چه خیلی بد دختری که باید خانه در زنی خانه باید که نه خیلی آدمی که حواس داشته باشد، عشق حواس داشته باشد در همون هنر و پیش روش گرفته نمیشه. میجگانه از زمان خردی به ورزش مشغول بود. در ورزش محاربه های آمیخته تمرین را آغاز کرده است. سمد و میجگانه سالی که من در یاد دارم 2007 نزد من آمده بود که و صنف 1 میخوند. یک دختر بود که بسیار دختر لایقتمند بود و یک بار میفهموندی و تیز از خود میکرد و خوردی خود را در نزد من تا صنف 11 یعنی که 11 سال تحت رهبری من، تحت رهبری کریم صابر مشق و تمرین کرد و 4 کرات چمپیون جهان شد از محاربه های یونیورسالی و بسیار هم از محاربه های تن به تن، از بوکس، از دیگر نمودها هم برآمد میکرد. محاربه تن به تن و یونیورسالی چی رو میفهمونه؟ در آنجا هم به دست زدن ممکن است، هم به پا به گوشتینگ و میجگانه ضربه های زور به پای و به دست میزد و اصول گوشتینگ هم بسیار هم خوب در سطح عالی این که برآمد میکرد. در ادامه روز میجگانه سمدوه همراه گروهی از کارمندزنان میلیتسیای پایتخت و قسم نظامی 54-53 ریاست کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رفتند. بخشیده به روز میلیتسیای تاجیک در اینجا قدمزنی کارمندان ساحه، اسکران و افسران دایر میگردد که مسئولیت
آماده کردن کارمندزنان میلیسی پایتخت را محض میژگانه برداشت دارد. همین وطن به ما امید دارند، همین خلق وطن به ما امید دارند. ما باید که همه وقت در خدمت خلق و وطن باشیم. برای همون ما امروز برای جشنمون پرد حربی داریم که در این پرد حربی که خیلی که شما شاهد بودین، در آنجا ما مشق‌های پرد حربی کردیم و ما این گیم که کسب ماست، این کاری ماست، همه روزه کاری ماست. ما همه وقت آماده هستیم برای هر یک، برای آرامش همین وطن، تا که ما در خدمت همین خلق و وطن باشیم. پیش از اجرای عملهای تمرینی نسبتاً دشوار، مشق‌های عمومی گرم کردن بدن را اجرا می‌کنند. نظارت به تشکیل درس‌های تربیت جسمانی، ورزش و کوهبرایی از وظیفه‌های مهم میژگان صمد و در ساختار میلیس پایتخت می‌باشد. واقعاً صمد و میژگانه یگانه کارمندزن جوانی ریاست وزارت کالای داخلی در شهر دوشنبه میباشد که با وجود فعالیت پرثمر هر روزه خود همزمان مشغول می شود به مشق‌های ورزشی و تمرین‌های ورزشی بسیارتر مشغول می شود که این به واسطه ثمره نیک هم داده است و او همزمان کارمندی مقامات کارهای داخلی بخصوص کارمند ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه این چنین ورزشکاری موفق هم هست. میژگانه هر لحظه هایی که با وجود سرباری زیاد بودن در فعالیت کاریش بیشتر مشغول می شود به تمرین های ورزشی که این برای او و برای تمام کارمندان مقامات کارهای داخلی مخصوصا کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه افتخار است و من همچون راهبری به واسطه او سردار شعبچه کارباید شخصی که در اینجا فعالیت میکند افتخار از اون میکنم که میژگانه با ما همکار است. میژگانه با ما در قطار مبارزه بردن بر ضد همه گونه حرکت‌های نامطلوب همزمان با قطار مردان شجاع وطن برای مرز و بوم و حفظ و حمایه این کشور عزیزمان کمر همت بسته است. لطنانت کلان میلیسا یارق را با قسم ناپورا جدا کن. آماده باشی هیئت شخصی در همه گونه حالت برای کارمندان میلیسیا خواه زن باشد خواه مرد مهم است. اکنون قهرمان ما کارمند بانوان میلیسیای پایتخت را برای تیرپرانی آماده می سازد. میژگانه صمد و دو سمت فعالیتی که بسیارتر به مردها مربوط است انتخاب نموده است. این چنین فعالیت نمودن در مقامات کارهای داخلی و همزمان مشغول شدن به رشته بوکسی ورزش و ما سرفراز از اونیم که میژگانه در همه چاره‌بینی هایی که در داخل ریاست وزارت کارهای داخلی و بیرون از آن با وجود می آید، چی رفتن به آثارخانه ها باشد، چی تئاتر ها باشد، چی فعالیت دیگری که و دوش میژگانه است و سری وقت همه اون فعالیت همه اون کارهایی که بر ذمه او گذاشته می شود نام برده همه آنها را در سری وقت اجرا می کند. نشانه‌های خود یکتگی آتش. کمیته ملی المپی محض با تلقین موضوع‌نچاری و میژگان صمد و از ورزش کیک باکسینگ به تکواندو به باکس رو می آورد. سال 2015 میژگان صمد در یکی از نمودهای یک حربه شاخی میگن همون مشق میکردن. از او تالار به خاطری که نمودی غیر المپی بود نزد ما آمد
ما با استاد شمسیف میرزا کریمش رد نکردیم، برای که از روز اول میجگانه امو یکی از مابین صدها ورزشکارا یک ورزشکاری اگر که بهترین باشد آینده داشته باشه و نمایان بود. همین صمد و میجگانه از همون نمود ورزشکارایی بود که به چشم نمایان بود که آینده دار است. برای ما از روز اول رد نکردیم، به تالار ورزشی یک جای مشق را سر کردیم. وای در ورزش تایکواندو مشق کرده بود. نگاه کردم پاچشم کار میکند، دستشم کار میکند، راست کردن در کار بود. دستاش بعد بسیار پریامای بوکسور یاد دادن در کار بود. و همون وقت سر کردیم بوکس یاد گرفتم. سال 2017 چمپیونات تاجیکستان آید به بوکس. در چمپیونات تاجیکستان که 2017 سال اشتراک کردگی بود، همون وقت در فینال بریدگی بای ندادم. خفه شده برآمده رفتگی بودن. 2-3 سال نه. خیلی من بگم که سخت رسید که من پیش از این محاربه یک روز پیشش بیمار شدم، انگینه شدم، نتوانست مرا اپم نگفت که نه برابر آمد نکن. اگر خطا نکنیم تسبش از 40 بالا است. در خانه آوردم ما دارو و درمان کردیم که تسبش پایان شود و خواهش کردم که تو فینالیست هستی، میتوانی اشتراک نکرده، آینده 1 سال پس دیگه میتونی. گفت نه. رقابت با دختر تاجیک خودمان بود که در آنجا کسی که سزاوار جای اول شود بعدا به مسابقه بیرون از تاجیکستان سفربر می شود. برای همان در آنجا با گلفینه بود که در آنجا همین محاربه رو به من ندادن. و من مدت کمی کوتاه هم باشد از ورزش باکس باز دست کشیدم، باز به ورزش همون کیک باکسینگ رفتم و سال 2018 در چمپیونات آسیا از کیک باکسینگ برآمد کرده سزاوار مدال طلا گشتم که این چمپیونات آسیا ما در بیشکک برگزار گردید. در آنجا من مدال طلا گرفتم. مدت 2 سال میجگان صمدوه بوکس را ترک گفت و دوباره با ورزش کیک باکسینگ به تکواندو رو آورد. در چمپیونات جهان آید به کیک باکسینگ در ایتالیا عنوان قهرمانی را به دست می آورد. از نماد تکواندو نیز قهرمان جهان می گردد. سال 2017 در شهر اشخاباد در چمپیونات آسیا از نماد تکواندو ایتف قهرمان می گردد. نظارت نمودن از بالای کارمندان و گروه‌های کاری که در سمت زورآوری در عائله فعالیت می‌برند. همین مقصد میگونه صمدوه را به کوچه کروبسکیه ناحیه فردوسی پایتخت آورد. ساکن محله نورینیسا آدینبیک و مدت است که با کلینش در مناقشه است. میجگان صمدوه بغیر از فعالیت کاری هر روزه خود با خاندان آن شخصانی که بین آنها نیزا است، بین آنها خصومت است، رفته پیوسته با آنها فرماندهی میگذراند و حالتهایی که خوشتومان با کلین یا اینکه برعکس باشد و میجگانه رفته سر وقت آنها را با همراهی کارمندان ناظر زورآوری در عائله برطرف مینماید. بسیار این خیلی واقعا در روح میزنیم، زیرا همه هر روزه کاری همین نسا به یک جنگ و جنجال می شود در یک عائله و در یک جای دیگر زنازنی می شود. ما همه روزه در همین آبادی وطن هستیم. به یک خانه که رفتیم در آنجا مادر با پسرش و عائلهش کمی نفهمی بود. رفتیم و گپ‌های
گویم که تاثیررسان با پسرش گفتیم و نه تپی بچه من خیلی کشتبر زنش بتم خبرم زنش بتم آخی نه چی مقصد داری این بچه افیری گولکاش همی تشیده. دستگیری ما میلیسا است که همان پسر و همان آیله باز نقص شدن و عین حال و یا باوری کردن با ما و باز زندگیشان خوب ادامه داده ایستاده است. академияи вазорати корҳои дохилӣ мижгона самадова соли 2017 ба академияи вазорати корҳои дохилӣ дохил шуда соли 2022 онро хатм менамояд. дар риёсати корҳои дохилии шаҳри душанбе фаъолияташро оғоз мекунад. 5 сол ман дар онҷо дар факултаи ҳуқуқшинос таҳсил кардам. баъд аз хатми донишгоҳ боз бо дастгирии генерал полковники милитсия муҳтарам раимзода рамазон ҳамроҳ ман дар риёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба кору фаъолият машғул шудам. гулҷаҳони алихон аз ҳамсабақони мижгона дар академияи вазорати корҳои дохилӣ мебошад. якҷоя академияро хатм намуда ҳоло дар мақомоти милитсия фаъолият дорад. дар академияи вазорати корҳои дохилӣ таҳсилот бениҳоят хуб буд. ман ҳамчун як корманзани ҷавон хеле шавқ доштам ки дар вазорати корҳои дохилӣ кор кунам. мижгона самадова яке аз ҳамкурсони беҳтарини ман аст. дар рафти дарс духтари фаъол буд ва дар байни курсамон яке аз духтарҳои намунавӣ буд. мо 5 сол як ҷо таҳсил кардем ва айни ҳол як сол аст ки як ҷо кор ва фаъолият дорем. мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 шаҳри душанбе яке аз самтони муҳими фаъолияти милитсияи тоҷикро кор бо хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил медиҳад. пешгирии ҳуқуқбайронкунӣ, ҷинояткорӣ миёни хонандагон аз корҳоест ки ҳамарӯза сари он андеша бояд кард. дар баробари он ташкили дарсҳо дар бораи баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ миёни хонандагон ва дар роҳи дуруст тарбия намудани кӯдакони наврасон як самти кори мижгона самадоваро ташкил мекунад. инчунин сафарбар намудани кормандони ҷавон бахусус бонувон ба театр, осорхонаҳо, виставкаҳо, ташкили фаъолияти китобхона, тақсими китобҳои лозима ба кормандон, гузарондани озмуну санҷиши хониши китоб дар роҳи баланд бардоштани савияи донишу тарбияи кормандони ҷавон маърифатнокии онҳо нақши калон мебозад. дар арафаи рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳе аз кормандони ҷавони риёсати корҳои дохилии шаҳри душанбе ба осорхонаи пешвои миллат ва донишгоҳи миллии тоҷикистон рафтанд. тамошои ҳуҷҷатҳо, аксҳо бозгӯи таърихи беш аз 30 солаи тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. омӯзиши забони хориҷӣ барои ҳар як корманди ҷавони соҳа ки дар оянда бо ҷомеа ва шахсиятҳои гуногун фаъолият мебарад манфиати хеле калон дорад. дар як ҳафта 2 маротиба мо ба дарси забони хориҷӣ машғул ҳастем. бо фармони генерал полковники милитсия раҳимзода рамазон ҳамроҳ дар як ҳафта дар ҳамаи гӯем ки вазоратҳо дар ҳамаи шӯъбаҳо дар як ҳафта 2 маротиба бояд ки корманди милитсия ба хондани дарси забони хориҷӣ машғул шаванд. зеро бояд ки ҳар як корманди милитсия забони хориҷӣ, забони русӣ ва забони тоҷикиро озодона гап занад.
قبل از انجام روز در مجلسگاه ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه شورای زنهای میلیسیای پایتخت دایر شد. میجگانه سمدова رئیس کمیسیا وابسته به آداب بین کارمندان میلیسیای پایتخت میباشد. چنین جلسه ها سری چند ماه برگزار کرده می شوند. بین هم مباحثه ها می کنند. رفتار این یا آن کارمند را محاکمه کرده خلاصه ها می برند. مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 37 ناحیه سینای شهر دوشنبه. در یک گوشه این مکتب تالار بوکس موجود است. محض در همین جا میجگانه سمدova مشق میکند. در گذشته موزونه چوری و نیز اینجا تمرین میکرد. مربی شایسته تاجیکستان میرزا شمسیف امروزه 2 مرتبه چند نفر شاگرد را تمرین میدهد. آنها را به مسابقه ها آماده میسازد. در 2020 سال با برگشت آمد پیش من. همان سال من اوج 3 سال قطعیش کار کرده ایستادیم. اشتراک کردیم در چمپیونات های آسیا. دبی بود 3 جای گرفتگی بودم. همین خیلی آسته تا بازی‌های آسیا که 2023 سال گذشت. در سال 2019 میجگانه سمدova دیگر باره به بوکس رو می آورد. خود همان سال در چمپیونات آسیا در شهر دبی بعداً در شهر مسکو غالب می شود. سال 2021 در جام جهانی کشورهای استحصال کننده نفت غالبیت به دست می آورد. سال 2020 در چندین مسابقه من اشتراک کردم و جایهای نمایان هم گرفتم، مغلوب هم شدم. سال 2021 در چمپیونات آسیا اشتراک کرده در دبی سزاوار مدال برنجی شدم. همچنان در جام جهان میان دولت‌های نفت مدال طلا را به دست گرفتم که این برای من افتخار شد و از همان مدت تمرین‌هایم را باز زیاد کردم. با مشق‌های دست جمعی بسیارتر مشغول شدم. سال 2022 آخرش رئیس فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان نو شد. همان چیزی که ما در نمیرسید بگیم که بسیارتر ما در محاربه نمیرسید، مشق‌های دست جمعی که نمیرسید. رهبر فدراسیون ما که نو شد کامیل میرزاعلی و همچنان محمد میرزاعلی، این برای ما یک دستگیری به نهایت نقص شد. پیش از بازی آسیایی ما 1 ماه پیش در همان خطای بودیم، مشق‌های دست جمعی با دیگر دولت‌ها گذرانده. روح‌افزا حق‌نظرova از ابتدا همراه میجگانه سمدova در این تالار ورزشی مشق می‌کند. در بسیار مسابقه ها مشق‌های دست جمعی میجگانه را همراهی می‌نماید. قبل از آغاز بازی‌های آسیایی در کشور چین با هم یک جا تمرین داشتند. خاطرهای عجایب بسیارتر در مشق‌های دست جمعی است که ما با همراه او در آنجا تمرین می‌کردیم، با دیگر مجزنای دیگر دولت شناسایی می‌کردیم، مثلا باز به یکدیگر کمک می‌رساندیم. یکی از آنها مشق‌های دست جمعی بود که ما در آنجا باید که در تشکیل بود که در آنجا ما باید بوکس می‌کردیم و برای با یکدیگر سکوندن برآمدیم و در آنجا باید که پولس می‌سنجیدن. پولس میجگانه زیاد برآمده بود و میجگانه گفته بود پس گو پولس ما کمتر گوی. من حساب کردم پولس زیاد برآمد، نه که پولس کم گفتیم از سببی که وای با دوام حرکت کند و بوکس کند. شهر هنجاو جمهوری مردمی چین 19مین بازی‌های آسیایی.
مسابقه از 23 سپتامبر تا 8 نوامبر ادامه کرد. در قطار ورزشکاران از نمودهای گوناگون میژگان صمدова از نمودی بوکس کشور ما را معرفی میکرد. میژگان صمدова در این بازی ها 3 رقابت انجام داد. در رقابت اول ورزشگر بانوی ویتنام را شکست داد. در رقابت دوم با بوکسچی ژاپنی برین برآمد. یکم ویتنام بود، دویمش یاپونیا قدش پس بود. ما میدانستیم که وی همه وقت هجوم میکند ضربه سختی سپرنیکشان را میشکند. تاکتیک را یافتیم، همان تاکتیک قطعی یاپونیا گذاشتیم. با دوم حریفی که با یاپونیا برگزار گردید، ما در همین در مشق‌های دسته جمعی خیلی با یکدیگر گویم رقابتی بود که برابر بود، برابر رقابت میکردیم. ولی کمی هم بود من فکر میکردم خیلی بسیار پیش از این رقابتم غمگین میشدم که این چه میشود، یک قدم دیگر برای دریافت رخصتی بازی‌های المپی از گفته خیلی فکر میکردم، خیلی غمگین شدم. ولی من وقتی که با همون میدان برآمدم، همون فکر خودم را و همون غم خودم و همون ترس خودم را نشان ندادم. میژگان صمدова در وزن 57 کیلوگرم صاحب نشان برنجی گردیده اولین شده میان ورزشکاران تاجیک حق اشتراک در بازی‌های المپی پاریژ 2024 را پیدا کرد. پس از مهرو حلیمова دومین بانوی است که در این چهاربینی محتشم قروی صاحب جایزه گردیده است. در این مسابقه همه بهترین اشتراک کرد. از روز اول از رقابت یکمش تا رقابت پول فینالیش بهترین رقابت بود. چی میگم، هر یک چیز وقت ساعت دارد. وقتی که میژگانه از رینگ برآمده آبی چشم میریخت، من کردم که میژگانه باز این تا با آخر ما اون پلانی که در نقشه داشتیم بود نکردیم. برای همین راه افتادنش برای ما یکم این رخصت بود، دوم این مدال بازی آسیایی بود. رخصت را گرفتی اگه ما از 16 بهترینی که در دنیا هست در بازی المپی اشتراک میکنند، هر یکی این رو ما میتونیم نگاه کرده و هر یکی این تیار شده برای که بازی المپی و 16 بهترین آمد. برای همین بازی ها این تنها نتیجه دادن خوب بود و رخصت، اساسا این رخصت بود. می توانستم که به فینال برایم، ولی از سببی که کمی هم باشد که اون حریفی که من با قزاق اشتراک کردم و در چندین مسابقه در چمپیونات میر به فینال برآمدگی و در چمپیونات آسیا و جای اول گرفتگی است. به این من نگاه نکرده، بازم رقابتم را با اون زیادتر کردم، ولی از طرف داوران با حساب 2-3 غالبیت را به قزاق دادن که این برای من یکم گویم که دل شکسته نشدم تا که ما با این در دیگر مسابقه وا میخوریم، حتما من حساب را برابر میکنم. این برای من یک افتخار است که من با ورزشکار تاجیک توانستم که یکمین شده رخصتی المپی را به دست گرفتم. این یک لحظه فراموش نشونده است که بعد موزون چوری و من اولین شده رخصتی المپی را به دست گرفتم و من همین زحمت‌های من، تمرین‌های من، هر یک ورزشگر از زحمت و تلاشش برای رخصتی المپی به دست گرفتن و در بازی المپی اشتراک کردن است. برای همین من به این مقصدم رسیدم، ولی به این تمام نه. من بازم مشق و تمرین هایم رو زیادتر میکنم تا در بازی المپی همچنان با استاد مربیم شمسیف میرزا کریمیش خیلی تمرین ها جدی میکنم تا مدال بازی المپی رو به دست گیرم.
شهر دوشنبه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی غالیبان و جایزه‌داران 19مین بازی‌های آسیایی را به حضور پذیرفته قدردانی نمود. با غالیبان خانه 3 حجرگی، برندگان مقام دوم خانه 2 حجرگی و برندگان مقام سوم با خانه 1 حجرگی مکافاتانیده شدند. میژگان صمد و صاحب خانه 1 حجرگی گردید. پیش از این مسابقه که ما در همون مشق‌های دستم جمعی بودیم، از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی فرمان برآمد که کسی که در آنجا غالبیت را نصیب گردد به خانه استقامتی قدر می شود. برای همون این برای هر یک ورزشگر بگویم که این یک موتیواسیای نغز می شود، یک بگویم که دلبرداری نغز می شود. بعدا ما ورزشگرها خیلی کوشش و زحمت کردیم که توانیم که تا همین غمخواری های رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی را بگویم که بی‌طرف نمانیم. وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه امیدواری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای دایره سرقرار گردانده شود. لیتنانت کلون میلیتر صمد و میژگان عبدالسلام مومن. وزیر کارهای داخلی صمد و میژگان برای گرفتن مکافات برای شما برای باز هم بهتر از در سطح بلند بود موفق شد. داری خودم را به پیشوای معظم ملت محترم جناب امامعلی رحمان، همچنان به رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی و رئیس فدراسیون بوکس شهر دوشنبه میرسانم که ما ورزشگران را به نهایت دستگیری خوب میکنند. با محترم رحیم‌زاده رمضان همراه تشکر به نهایت مینداری خودم را میرسانم که در همین ساحه ورزش هم و همچنان در ساحه کار هم دستگیری خوب کرد مرا که توانستم تا این مدت در ورزش مشغول هستم، همچنان به کار مشغول هستم. یک قدم دیگر برای مدال بازی‌های المپی مانده است. همین آرزوی اولین من از خردسالی که من آرزو دارم که راه خط بازی‌های المپی را گرفته در المپی اشتراک کرده مدال بازی‌های المپی را به دست گیرم. هر یک لحظه فکرم در همون است.